کار بازسازی و هموارکاری سرک ولسوالی یفتل ولایت بدخشان آغاز شد. این سرک 35 کیلومتر درازا دارد. با هزینه شخصی باشندگان این ولسوالی هموارکاری می شود. باشندگان ولسوالی یفتل می گویند که کار این سرک با همکاری شماری از مسئولان حکومتی ولایت بدخشان آغاز شده است. 35 کیلومتر از نمازگاه الا قلمت که به حساب زیر پوششی ماست ترمیم میشه و یا سرک جور میشه اکثر جاش نوبر است. دیگه این کدام پروژه طرفی دولت چیو نیست، صرف پروژه مردمی است که از طریق مولای سیب عبدالرشید رشاد به حساب مولای سیب عبدالجمیل قاری سیب عبدالرحمن دیگه درشون عبدالباری است که از همین مدنا به حساب آقای مدنا و یگان گپ سخنی که است که یک تعداد از مردم ها چنده میکنه صرف برای پروژه مردمی است، از طریق مردم پیش میره. خراب بود، موتور سامسایی اومدن نمیتونست، مردم ها بسیار با تکلیف بودن، بسیار رنج عذاب دیده ایستن. ما حکومت خوشحال هستیم که ولی سرک کمی کلان کردگی در حکومت سابقی بود کسی پشتی سرک نگشتن از جور کردن دیگه گم و گور شدن. ولی فعلا بسیار خوشحال هستیم که سرک هم کلان است، مشکلات مردم هم رفع می شود. فهمید کران هم اگر ارزان است یک اقدام مردمی است. باشندگان ولسوالی یفتل میگویند که پیش از این به سختی از این مسیر رفت و آمد میکردند و با هموار شدن این سرک مشکلات مواصلاتیشان حل خواهد شد. یک سرکی بود که همه مردم به همه معلوم بود که بسیار مشکلات زیادی در این راسته ها وجود داشت که زمستان موتر رفتن نمیتونه، سرک خرد بود. دیگه با جور شدن این سرک، با آباد شدن این سرک مشکلات یک اندازه مشکلات مردم رفع میشه. ان شاء الله ما در نظر داریم که یک سرکی بسازیم که مشکلات مردم حل شود و از این ناحیه مردم از تکلیف و رنج خلاص شود. گذشته های بسیار خراب بود و موتروان‌ها و موترها بسیار با مشکلات زیاد دچار میشدند که موترها زیاد عوارض میکرد و مشکلات زیادی پیدا میکردند که در اینجا زمستان سرک خرد بود و مردم میموندند دیگه بسیار با مشکلات زیاد رو پرو میشدیم. دیگه حالی که فعلا که جور شده است ما از این جور شدن و آباد شدن وطن خیلی خوشحالیم. سرک ولسوالی یفتل ولایت بدخشان که 35,000 متر درازا دارد، این ولسوالی را با شهر فیض‌آباد وصل می کند. از سوی اداره پیشین در بخش ساخت و ساز این سرک هیچ توجه نشده بود. بیگ محمد احمدی، رادیو حریت، بدخشان.